بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 38. یعنی ما درسای خود را دوام میدیم از حدیث امام نووی. امام حافظ ابو زکریا یحیی بن شرف نووی الله رحمتش کند میفرماید که الحدیث 38، یعنی حدیث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. یعنی حدیث 38 از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبری الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: هر آینه الله تعالی گفته است هر کی با دوستی از دوستان من دشمنی نماید، پس من بر ضد وی جنگ اعلان می نمایم. بنده یعنی بنده مرا هیچ چیز برای نزدیکی جستن به سوی من سزاوارتر از اجرای آن که بر وی فرض گردانیده ام نیست. یعنی یگانه چیزی که انسان میتواند به پروردگارش نزدیک شود این به جا آوردن همون فرض کرده های الله می باشد. و بنده من به واسطه انجام دادن عبادت های نافله به من نزدیکتر می شود. به سبب عبادت های نافله را به جا آوردن یعنی بنده به پروردگارش چنان نزدیک می شود که گفته شده است تا من او را دوست می گیرم. به سبب همین عبادت های نافله را انجام دادن الله وی دوست می گیرد. وقتی که من وی را دوست داشتم آنگاه گوش او خواهم شد که به واسطه آن وی خواهد شنید. وقتی که این اون معنا دارد که من گوش او خواهم شد که به واسطه آن وی خواهد شنید، گوش شما دائم در زیر نظارت الله میشد، فقط چیزهای خوب میشنوید، غیبت و دیگر چیزهای بی‌معنی نمیشنوید. و چشم او که به واسطه آن وی خواهد دید، بگو حرام دیدن نمیتواند، فقط چیزهای حلال، چیزهای درست. و دست او که به واسطه آن وی خواهد گرفت، یکون چیزی ناجویه را دست نمیکند. و پای او که به واسطه آن وی حرکت خواهد کرد، یعنی جایی بی‌معنی نمیرود، جایی که باعث ثواب و اجر و پاداش می شود همون جا می رود. و اگر او از من چیز طلب کند من بی تأخیر به او این را می بخشم، چیزی که پرسد می تیمش. اگر او به پناه من شتابت، مثلا پناه می طلبم، گفته با الله از الله گویم طلب کند پناه را، من البته او را در پناه خود میگیرم. گفته الله سبحانه و تعالی چنین وعده کرده است. این حدیث بخاری روایت کرده است. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.